منطقه کوه شاورم یا کوه لیزه، تنگ شیب، کوه لار، بالای شادگون به سمت تنگ تیسه و کوسرک. آقا فاجعه ملیه. تعبیر درست شاید همین باشد، فاجعه. آتش سوزی جنگل‌های زاگرس به یک بحران یا فاجعه تبدیل شده. صرفاً یک بلای طبیعی یا معضل محیط زیستی در اثر افزایش دمای هوا یا خشکی علف‌ها نیست. ماجرا پیچیده تر از این هاست. گاهی آتش سوزی‌های عمدی رنگ و بوی دعواهای سیاسی و نزاع انتخاباتی می‌گیرد. اختلافات سیاسی طیف‌های رقیب در کوهگیلویه و بویراحمد به ارتفاعات کوه خامی و جنگل‌های باشت کشیده. در آخرین روز از تیر ماه امسال بخش وسیعی از جنگل‌های شلالدون باشت آتش گرفت. منطقه زیبا و متراکم از بلوط. منابع طبیعی باشت دلیل آتش سوزی را نامعلوم دانست. روز بعد یعنی اول مرداد ماه 1403 آتش به جان کوه خامی در منطقه حساس و حفاظت شده خامین افتاد. خامی حوزه استحفاظی سازمان محیط زیست است که با وسعتی نزدیک به 26,000 هکتار به دلیل داشتن پوشش گیاهی و جانوری مناسب در فهرست مناطق حفاظت شده ایران قرار گرفته. اینجا جزو نقاط مهم زاگرس هم هست. آتش خامی صبح روز بعد یعنی سه‌شنبه دوم مرداد خاموش می شود، اما خیلی زود آتش گسترده تری در جنگل و مرتع روستای شادگان از توابع باشت شروع می شود. همزمان آتش به جان 3 نقطه از باشت می افتد. جنگل ها در نزدیکی آبشار گله‌جنی، در محدوده روستای فتح و در روستای شادگان. 2 نقطه اول را نیروهای دولتی و مردمی همان روز خاموش می کنند، اما آتش روستای شادگان پیشروی می کند، داخل تنگه صعب العبوری می افتد و مسیرش را تا اینجا یعنی کوه لار ادامه می دهد. خاموش شدن این آتش 2 روز طول می کشد. این پایان داستان نیست. آتشی که روز قبل در محدوده گله‌جنی خاموش شده بود یک بار دیگر شعله می‌گیرد و این بار به سمت روستای کوهسرک و کوه بزرگ خامی پیش می‌رود. آتشی که روز 4 شنبه شروع شده بود روز جمعه 5 مرداد خاموش می‌شود. حالا دیگر نیروهای مردمی و نیروهای دولتی حسابی خسته. مورخه 5 مرداد 1403 منطقه حفاظت شده خومی شهرستان باشت در حال اطفای حریق هستیم. شیب بسیار تنده. دیگر توانی برای اطفای آتش ندارند. آتشی که از چندین جهت حمله کرده. بلوط‌ها یکی یکی می‌سوزند و سقوط می‌کنند. مرتع هم آرام آرام خاکستر می‌شود. بالگردها در 3 روز آخر آتش سوزی در باشت به پرواز در می‌آیند تا نیروها را از پای کوه برای خاموش کردن آتش به ارتفاعات برسانند. فرماندار باشت دلیل این آتش سوزی ها را هم نامعلوم می‌داند، اما در بین مردم باشت زمزمه‌هایی شنیده می‌شود از اینکه آتش دعواهای سیاسی اخیر جرقه آتش زاگرس شده. دعوای 2 طیف اصلاح طلب و اصولگراست. بین تیم تاجگردون، نماینده باشت و گچساران در مجلس شورای اسلامی و گروه رقیب که شاید فرماندار سابق باشت سرلیست یا جزو آنها باشد. نادر گرامی فرماندار سابق باشت اصولگراست و گفته می شود در جریان انتخابات 14مین دور ریاست جمهوری تمایل داشته که سعید جلیلی پیروز شود. ماجرای تقلب و دست بردن در صندوق آرای انتخابات در شهر باشت به او و جریان وابستش نسبت داده می شود. عزل او در جریان انتخابات را گروهی نشانه‌ای از تایید این اتفاق می دانند. طیف رقیب فرماندار سابق تاجگردون و گروه‌های نزدیک به او هستند که به دلیل گرایش سیاسیشان طبیعتاً به دنبال پیروز شدن مسعود پزشکیان بودند و برای همین هم گفته می شود این گروه ماجرای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری را پیگیری و مقدمات عزل فرماندار اصولگرای باشت را فراهم کردند.
گروهی از فعالان محیط زیست کهگیلویه و بوی رحمت، گچساران و اهالی باشت بر این باورند که عزل فرماندار باشت نیروهای وابسته به او را به این فکر انداخته که برای تیم مدیریتی جدید شهر باشت چالش ایجاد کنند. آنها صراحتاً آتش سوزی‌های اخیر باشت را نمونه‌ای از این دردسر آفرینی‌ها می‌دانند. اینها شایعه‌هایی است که در بین اهالی روستاهای شهر باشت دهان به دهان می‌چرخد. آرش نیکخو، فعال محیط زیست استان کهگیلویه و بوی رحمت هم سیاسی بودن آتش سوزی‌های اخیر باشت را تایید می‌کند، اما نه شروع آتش سوزی، بلکه او روند اطفای حریق را سیاسی می‌بیند. نیکخو معتقد است در سالهای گذشته که نیروهای نزدیک به تاجگردون در نهادهای دولتی کهگیلویه و بوی رحمت بر سر کار بودند، گروه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نزدیک به او از جمله شرکت پتروشیمی گچساران در اطفای حریق جنگل‌ها پای کار بودند. اما امسال این شرکت از کمک رسانی عقب کشیده و این تصمیم سیاسی است. این فعال محیط زیست توضیح می‌دهد که قبلا شرکت پتروشیمی گچساران در امور پشتیبانی مثل ارسال بالگرد و رساندن آب و غذا به نیروها نقش چشمگیری در خاموش کردن آتش‌ها داشت، اما امسال به دلایل سیاسی نقش پررنگی نداشت. اما به جز ضمن سیاسی بودن ماجرای آتش سوزی‌های باشت، گمانه دیگری هم در میان است. شاید گروهی در سودای پیدا کردن گنج زاگرس را به آتش کشند. اینجا در ارتفاعات روستای شادگان از توابع باشت در شرایط عادی دام و دامداران تردد می‌کنند، اما مثل همین تصویر که می‌بینید مرتع اگر سوخته و خاکستر شده باشد طبیعتاً هیچ دامداری دامش را برای چرا اینجا نمی‌آورد. پس فرصت مناسب برای گنجیاب‌ها فراهم می‌شود که زمین را حفر کنند در جستجوی عتیقجات یا کوزه‌هایی پر از طلا و سکه. گمانه سیاسی بودن آتش سوزی‌های اخیر باشت بسیار جدی است، اما تایید یا رد آن بدون دستگیری متخلف یا متخلفان تقریباً ناممکن است. باشت و کوه خامی یکی از گسترده ترین آتش سوزی‌های امسال زاگرس را تجربه کردند. شاید بیش از 15,000 هکتار از جنگل‌های بکر این مناطق سوخته، اما هنوز سر نخی از آتش زنندگان پیدا نشد. آنچه همه بر سر آن توافق دارند عمدی بودن این آتش سوزی هاست، یا برای پیدا کردن گنج یا یک دعوای سیاسی بین اصولگراها و اصلاح طلبها برای ناکارآمد نشان دادن یکدیگر. در هر حال قربانی زاگرس است.